چای کوهی چیست؟ چه خواصی دارد و طریقه و زمان مصرف آن چگونه می باشد؟ سلام و درود خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم خوب باشید. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. چای کوهی که در بعضی مناطق به نام خارعلف یا مملای علف یاد می شود، دارای خاصیت گرم می باشد که در بیشتر مناطق افغانستان و ایران به وفور یافت می شود. چای کوهی که برای درمان بیماری های فراوان استفاده می شود که از جمله می توان برای دارو و التیام زخم استفاده کرد. این گیاه برای سیستم ایمنی بدن و بهبود عملکرد گوارش مثل کاهش نفخ یا باد معده کمک می کند. برای هضم غذا و تسکین دردهای معده کمک می کند. همچنین این گیاه به عنوان آرام بخش و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، ضد عفونی کننده، کاهش سردرد، برای کاهش فشار خون می توان استفاده کرد. طریقه مصرف چای کوهی: چای کوهی را باید به صورت دمنوش استفاده کرد. به این صورت که مقدار چای کوهی خشک یا تازه را در 2 پیاله آب بجوشاند تا دم بکشد و جوشانده او را مانند چای معمولی میتوان مصرف کرد. زمان مصرف چای کوهی: به طور کلی میتوان آن را در هر زمان از روز مصرف کرد، اما برای بهره‌مندی از خواص آرام بخش آن معمولا توصیه می شود که بعد از ظهر یا شب میل کرد. چای کوهی اگرچه خواص درمانی فراوانی دارد، اما مصرف خودسرانه آن در برخی افراد ممکن است که عوارض جانبی ایجاد کند که در ویدیوی بعدی برایتان خواهم گفت. اگر می خواهید معلوماتتان را درباره خواص گیاهان دارویی بیشتر شود، ویدیو را لایک و صفحه را سابسکرایب کنید. خدا یار و نگهدار.